تا حالا فکر کردین چطور میشه واقعا فهمید توی ذهن یه آدم مؤمن چی میگذره؟ امروز میخوایم درباره یه روش خیلی جالب برای مطالعه دین صحبت کنیم، روشی که به ما اجازه میده فراتر از اینکه یه چیزی رو سریع رد کنیم یا کورکورانه بپذیریم، به عمق باورهای انسانی بریم. خب سوال اصلی همینه. چطور میتونیم برای چند لحظه هم که شده کفش‌های یه آدم معتقد رو پامون کنیم و دنیا رو از چشم اون ببینیم؟ اونم بدون اینکه قضاوتش کنیم. این یه چالش بزرگه که امروز می‌خوایم بهش بپردازیم. برای اینکه بفهمیم قضیه از کجا شروع شد، باید یه سفر به گذشته بکنیم، به دورانی که عقل حاکم مطلق بود و به دین انگار به چشم یه مشکل نگاه می‌کردن که باید حل بشه. ببینید، مطالعه جدی و سیستماتیک دین توی قرن 18 شروع شد. یعنی دقیقاً وسط عصر روشنگری. اون موقع نگاه غالب این بود که دین چیزی نیست جز خرافات. یه محصولی که از ترس و نادونی آدمان به وجود اومده. به جای اینکه دین رو یه تجربه معنوی بدونن، مثل یه پدیده انسانی میذاشتنش، زیر تیغ تیز عقلانیت تا کالبد شکافیش کنن. این خط زمانی قشنگ نشون میده که چه جنگ فکری را افتاده بود. از یه طرف متفکرایی مثل دکارت و یوم سعی میکردن دین رو با ابزارهای عقلانی توضیح بدن. میگفتن همش برمیگرده به احساساتی مثل ترس و امید. ولی از طرف دیگه یه جریان مخالف داشت شکل میگرفت که میگفت نه، این نگاه خیلی سطحیه. ایمان رو نمیشه اینقدر ساده تحلیل کرد. اینجا دقیقاً میرسیم به یه دوراهی خیلی مهم. یه راه اینه که از بیرون به دین نگاه کنی و قضاوتش کنی. اما راه جدید میگفت بیا از درون بفهمیمش. به جای اینکه نقدش کنیم، سعی کنیم باهاش همدلی کنیم. این دقیقاً همون نقطه‌ای بود که پدیدارشناسی ازش متولد شد. خب تا اینجا مشکل رو دیدیم، حالا راه حل چیه؟ چطور میتونیم واقعاً بفهمیم؟ اینجاست که پدیدارشناسی با یه جعبه ابزار جدید وارد میدون میشه. این تعریف قلب کل بحث ماست. ببینید، پدیدارشناسی یه حس گنگ و مبهم نیستا. یه روش کاملاً دقیق و حساب شده است. متفکرای مثل شانتریپیا دولاسوسه این روش رو پایه‌گذاری کردن تا بتونن به ذات یا جوهر پدیده‌های دینی برسن، بدون اینکه بخوان در مورد درست یا غلط بودنشون قضاوت کنن. خب این جعبه ابزار فکری چیا توش داره؟ 4 گام عملی. اول، پدیده رو دقیقاً همون جوری که هست توصیف می‌کنیم بدون کم و زیاد. دوم، جلوی وسوسه ساده سازی رو میگیریم، یعنی نمیگیم آها این که همون ترس از مرگه. نه. سوم، که خیلی هم مهمه، تمام باورها و قضاوت‌های شخصی خودمون رو موقتاً میذاریم کنار. و آخر سر تلاش می‌کنیم تا به اون ساختار و معنای اصلی تجربه برسیم. این جمله از کریستنسن به نظرم کل ماجرا رو خلاصه می‌کنه. میگه به صداقت اون آدم مؤمن احترام بذار و قضاوت‌های خودت رو توی تحقیق دخالت نده. یعنی چی؟ یعنی اصل اول همدلی و احترامه. بدون این هیچ درک واقعی ممکن نیست. خب، حرف زدن کافیه. بیایید ببینیم این جعبه ابزار تو دنیای واقعی چطور کار میکنه. و برای این کار کی بهتر از میرچا الیاده؟ بریم ببینیم اون چطور از اسطوره‌ها و نمادها رمزگشایی کرد. میرچا الیاده یه مورخ دین رومانیایی بود که یه مأموریت خیلی بزرگ داشت. میخواست الگوهای مشترک و جهانی رو توی اسطوره‌ها، نمادها و آیین‌های همه فرهنگ‌های دنیا پیدا کنه. از نظر اون، اسطوره‌ها فقط قصه‌های سرگرم کننده نیستن. اونا یه جورایی کلید ورود به لایه‌های عمیق ناخودآگاه ما هستن. و اینجا میرسیم به یه کلمه کلیدی توی کار الیاده، هیروفانی. شاید کلمش سخت به نظر بیاد، ولی مفهومش خیلی ساده است. هیروفانی یعنی اون لحظه‌ای که یه چیز قدسی، یه چیز ماورایی توی دنیای معمولی و نامقدس ما خودش رو نشون میده. مثلا یه سنگ کاملا معمولی برای عده‌ای تبدیل میشه به یه سنگ مقدس. اون لحظه تبدیل همون هیروفانیه. پس تمام کارهای الیاده حول همین محورها میچرخید. اون دائم داشت این تضاد بین امر قدسی و نامقدس رو بررسی میکرد. میخواست ساختار و کارکرد اسطوره‌ها رو بفهمه. مکان مقدس، زمان مقدس، نمادهای دینی، همه اینها تیکه‌های یه پازل بزرگ بودن که الیاده با همون نگاه پدیدارشناسانه داشت کنار هم میچید تا به یک تصویر کلی برسه. ته تمام حرفای الیاد این بود: کل دین
حول تجربه امر قدسی شکل میگیره، یعنی تجربه یه واقعیتی که با دنیای عادی و روزمره ما زمین تا آسمون فرق داره و اسطوره‌ها و نمادها هم اون زبانی هستن که این تقابل و البته ارتباط رو برای ما بیان میکنن. خب شاید بپرسید این همه بحث تئوریک به چه دردی میخوره؟ اصلاً چرا این رویکرد اینقدر مهمه؟ جوابش خیلی ساده‌تر و کاربردی‌تر از این حرفاست. نکته کلیدی دقیقاً همینه. پدیدارشناسی فقط یه تمرین خشک آکادمیک نیست. مثل یه پل میمونه. یه پل برای فهمیدن آدم‌هایی که دنیای متفاوتی با ما دارن. بهمون کمک میکنه بفهمیم چه نظام‌های معنایی عمیقی به زندگی میلیاردها آدم روی این کره خاکی جهت میده. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، این رویکرد چند تا کار خیلی بزرگ کرد. اول اینکه تمرکز مطالعات دینی رو از قضاوت کردن برداشت و گذاشت روی فهمیدن. یعنی سوال از آیا این باور درسته تبدیل شد به این باور برای اون آدم چه معنایی داره. و این همه چیز رو عوض کرد. در واقع ابزاری برای همدلی توی این دنیای پر از تفاوت به ما داد. و این بررسی رو با این سوال تموم می‌کنیم. اگه ما هم امروز با همین عینک پدیدارشناسی به دنیای مدرن و اغلب سکولار خودمون نگاه کنیم، چه چیزهای مقدسی رو میتونیم پیدا کنیم؟ شاید امر قدسی خیلی نزدیکتر از اون چیزیه که فکرش رو میکنیم، حتی توی همین دنیای شلوغ و روزمره ما.